چی کوک کنم؟ خلاص نشته؟ نه من ده نیست. چقدر منده خلاص شده؟ یک دوش منده دیگه. یک دوش منده؟ چی میشه؟ دیگهش خلاص شد؟ یک دوش خلاص میشه. خلاص که دیگه؟ روز کوتاهی بخیر. روز یک قریش شده. خانم تریگه نه؟ آره خانه تریگه. خانه زیاد خانه زیاد مرسی نداره. آره دیگه هستم. سلام دوستای عزیز، در کجا هستید؟ شب روشن بخیر. جانچم جور وقت خوش باشد، دلایشم هم جمع باشد. جانچم جور باشد، جیبایشم پروس پیسه باشد. نه؟ بیزیدم پیسه که زندگی هم هسته. جانچم جوره. جانجوری خود ثروت هسته. دیگه سلام علیکم دوستان، مندل باشین. امیدوارم که کلگیشم جانشم جور باشه. وقت خوش باشین، آروم هستین و سالم و سلامت باشین و از بدن به روزگارم در امان باشین. از تیماوام بیغم باشین. نه؟ دیگه این روزای اخیرم با خوبی و خوشی سپری کنیم. هوا زمستون شد دیگه. آره یخ شده میگه تا یخ بود که خطر یخ بود نه؟ آره در وقت امروز چی دلی بود یخی؟ امروز تر بوده امروز که دیگه دوستا در وقت آقای از موقع در یخ شده به هوا شده و به دو صبح که برو شدی دیگه همونطور خوب آدم نچید ملام کرد نه یخی. آره دیگه قمر توغل که باشه میم قمر نه؟ آره دیگه اول میگه ایش خبر ندارم به خدا ما مافتی ردوش نگدم دوستا ما همی که از افغانستان بوشت مافتی روز دوش نگدم تو اول مایه که آخر مایه که اول ما قمر میشه که آخر ما نه؟ قمر توغل داره ما یا قمر توغل داره؟ آره از خاطر رو پیششی امو چیزه زویه جنگ و جنجالی مافتی و میچید ستاره یا نه؟ آره دیگه جنگ و جنجال از وای یخ میشه از خاطر یخ میشه گرم میشه گرمو که خلاص شد یک هفته شد چندی بود نه؟ از باز گرم میشه جنجال از بس توغل چی میه قمرش خلاص شد پس چند روز تیر توغل چی میه تم یخ میشه آره اگه بارش کنه که خوبه بارش نکرد دیگه گاهی نه سالا که زمستو بود که بدروف میکرده خدا تو بدروف بود که اگه دانه که گاه موتر نبود سرک نبود دشتا رو برف میگرفت دشت یک جا بود منطقه مونه تو سنگ کوی نه دیگه مردم بخی یخ میزد هره مریض میشد بخی یخ میزد مکتا یخ میکشت چیز میکردی نه اگه ما نزدیک نبود دیگه باید از چشمه مرفت میورد نره کالا در خانه شدن هم شد باید از چشمه مرفت نه کالا مالا در خانه شدن هم شد در خانه این مش چشمه را جارو میکرد مرفت و میورد مردم کالا در خانه او گرم کرد پیش خانه و شوشت دیگه ما بود او کش میکرد بود تا یخ بود که تا او کش میکردی میمدی نه دست کش بود نه دیگه بود دستای دم یخ جولای میکرد اکتا امیال این بندای دستای دم درد نمیا تا خانه مرسیدی آدم یخ بکشت نه او سالا نه جوراب پیدا شد نه یک جرسی گرم پیدا شد نه کالای گرم پیدا نشد هیچ چیز نبود نه خوب غذای روست بود چیز نبود یکم قدید بود و قدید نه اره او قدید بود و دگرد او دوره قدید بود که اینا سالا مردم روزگار خوب نبود قدید مدیدم نبود اره دیگه گو خانه آگه داشت یا نداشت اونمو هیچ چیز نبود دیگه هفته یک نوبت یا گو خیلی جور میکرد نه قد هفته یک نوبت نان تر میداد مردم دیگه زیلان نبود چیم یا شکر مردم خدا موتن جور باشد جوانا جور باشد دار جای هسته نان چیم گرم باشد آشم یخ باشد خب گرم جای مردم از ما دار جای رفته نان خانه پختنه نه کسایی که چیزای از روخش بشه نان بایی بلدخ جور نه یعنی که
اونو خب نان گرم گرم بخورید برای آشم هم یخ باشد. زمستوی خیر چای مخوره آب یخ هم نمخوره نه؟ خانهش مام خوب گرم باشد. آره خانهشم گرم باشد. دیگه میخواد. آره شکر. مام ده امام ده الله اسمم شاید آواز میتونه گرم باشد. دیگه چیز خیلی دیگه کالا و کشکدو قدر گیرو بود دیگه نه؟ ده بازور دکشمین بودن کاش میکردیم. آره ده خانم نه ده خانه که اوکاش میشدو ده خانه مش او گرم کرد مردم پیش خانه میشوش نه؟ پیش خانه میشوش ده مور از اونچه ده چشمم برد اوکاش میکرد که تا او روز تا ما دوار میکردی اون جوله جور میشد کالا شاید بروم من دو از دیست یخی ره انت جوله جور میشد از دیست یخی روی یخ میزد ده یک هفته و بیله خوش میشد زمستو خوش میشد جمع کردی دیگه خیلی نه خوب بود سو قایتا دود وطن دود زغال نبود نه در کابل که خدا شو کالا دبرو اشته نمیتونستی یک لحظه پیش روز اشته میتونستی خدا ساعت 2 بجه کالا آور میکردی ساعت 4 بجه کالا رو جمع آره دود برو میشد بگا برو میشدی ماسک چی ماه سفید را که لذت بگا ماسک سیاه میشد نه اگر نیما شام آدم بیشتر پیشلو شام یا شام برو میشدی چی ماه آدم قط بگی دودی گلخویه تو سخت ده صبحی مامتر بود دیگه دود زغال بود دیگه خو خیره کش که دمزو روزام شکر نه؟ آره بازم شکر آره بازم شکر خو دیگه میوه هوا یخ و الگه من ترشته آره دیگه دم شته میتر سرخی هم داره نه؟ آره سرخی داریم آره دوستان جول برقی هم داره دیگه جول برقی داره رقم سرخی وطن علی نه؟ بردم ده مغز توشک ولی توشک وار کده بلیش دیگه کمپل وار ده مکم کده نه خیلی سرخه و آره سرخی داره همینطور که دوستان بله سرخیش و مستون شیشه یک دنه قصه کنو ده یاد روزای گذاشته آره دیگه گاه که بده یک بادشاه بده نه قصه کتاب ده دوستا کنم گاه که بده یک بادشاه بده وزیرای خو قماندانای خو مگه جمع شید یک دشت بوری میلک نی نه؟ آره یک دشت بوری میلک نی از اونچه ها جمع میشه قداسپون خو مراد یک دشت این قد یک وزیر خاص خو یک وزیر خاص داشته ده نه؟ آره این میگه که بیا مردو آستوانی کنی آسخلک نی نه؟ دمی دشت مسابقه کنی آستوانی آره از این اردو آسخ که مراد قمچین نه دیگه های نه دیگه مراد خدا کجا استمشه نه؟ آره قصه خاص داشته ده اردو مورا من جستلجی ناسخره دیگه قدوزیر خم که ما یک گابی خاص درم ره یک گابی خاص درم قدستو قمیر قدستو میگیم دیگه یک بیرار داشته ده بادشانه ره تا بیراریم قصد سر میشته که امی تختی و شایر از پیش از ما بگیره نه قصد سرم داره دیگه میگه به قدستو میگیم تو قد قصد نگی این دیگه از این چی این وزیر میگه که خو نه از اون چی مایا دیگه دو سه ماه تیر میشه یک پس یه امی چغلی رو مبرق قد بیراش منه نه امی چغلی رو مبرق قد بیراش منه میگه که بیرار تو میگه بیراریم قصد سر میشته که ما تخت از پیش ازی بگیریم امیر قد دیگه ما امیر قدستو میگیم قد بیراش میگه زنچ بیر آره وش سندم خوبی گره بیرار فهمیده کارای داره از پاسی دیگه چند دیر تیر میشه و بادشاه مریض میشه ممره مو که مریض میشه ممره از پاس دیگه چای خره مگه کلانای چای خره نفرای خره مگه یه وزیر رو بکشید این وزیر خدا چقدر خند ما بوده دیگه آره ما اول آوردم داری دیگه او وزیر چند دلش خوش بده که ما ایر خبر کدوم نه ایده او توریزم خوش راضیه دیگه او بیراری بادشاه راضی نبدده خوش نبدده ای شاید ما را هم میتکنه نه؟ ره بیزو آدم راز یک نفر که فاش کرد اره ای شاید ما را یک راز از ما را یک روز میتکنه ور گفته دیر بکشید از اونجا ما گناه کند رو
گفته تو امی که راز بیرارم را کده تو می راز از مرم منی یک روز آره دیگه. زن چور بکشو زن چور مکشخ غم کم ملا اما ترى وقتی چیز مونه هر کس که مگه دان هر کس که دان مکان بگیره خوبه نه بابا خدا آره دان مکان بگیره دیگه هم شیطانی شغلی نکنه نه نه آره دیگه زمان بادشاه هم نچلده نه امی شغلی قیطان هم چله خواهی داستان ها شاید واقعیت هم نباشه شاید واقعیت هم باشه نه بیشتر شکلی از این دیگه که هر کسی از شمی شونه یا اما خلاصه همون درس خوبی گره دیگه نه مقدم وقتی یک نفر تو را سر تو باور مونه اطمینان مونه و راز دل خورا قنجقیت مگه آره نباید درش آره خیانت کنی نه آره وقتی که دفعه اول خیانت کردی دفعه دوم سومش هم تکرار میشه دیگه نه پس همون خوبه که آدم رازدار باشه و طوره یک نفر را در نه یک آره دیگه یک کسی که خدا کس را جواری بد نده نه آره کسی یک روز که در دل چیه یک روز قدمزی یا همسایه درگشری خو یا یک نزدیکنی خو گاه چیز نه میره مگه میره یا فامیل چیه یا فامیل چیه دیگه مثلا نزدیکی های شوهرش یا نزدیکنای خود چیه یا غاقیل چیه نه آره امیر مگه از اون چون مورا قد دیگه مگه دیگه قد دیگه مگه دیگه اون تو میشه دیگه آره اون تو میشه مگه دان خو مکان بگر نه دان خو مکان بگر مال خم مکان بگر دان خم مکان بگر دیگه امی خوبه نه بلدی تو خوب امانتداری رو نشون میده نه مثلا مقدم در امانت نباید خیانت کنه نه خب در دوستی باشه در هر چیز که باشه در رابطه باشه نه خلاصه در زندگی هم خیانت کدو اصلا به در نمیخوره نه همیشه دیگه آدمی میترقه یک معامله نیک داشته شد نه خدا کس رو باید معامله نکنه دیگه آره خدا کس رو باید معامله کس که از کس سوء استفاده نه دیگه خیلی بد کاره دیگه توره دم باید توره باشه نه آره دیگه آره دوستای عزیز امی دیگه امی دستان پیشم بوده دی عالم هسته دیگه در کل خود زندگی روزمره آدمات میشون آره دوستایی هم یک داستان خیلی جالب و آموزنده بود امیدوارم که خوش مانده شد و شنیدن از این داستانم لذت برده باشین بازم دوستا نظریات قشنگ خورا قد از ما حتما شریک کنین و منتظر نظریات قشنگ و نیک شما هستیم و تشکر از حمایت‌های شما. دوستای عزیز دیگه حمایت کنید دیگه رمزیه را رمزیه دیگه تو رمزیه نه آره دیگه رمزیه را حمایت کنید دیگه برنامه امزی را دیگه حمایت شما ضرورت داره دیگه تشکر دوستا تا برنامه بعدی خدا نگهدار تشکر دوستا خدا در کجا هستید شب روشیم بخیر باشد جانشیم جور باشد دلایشیم جمع باشد پناهشیم به خدا خداحافظ